اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم با خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم یوقنون. و آنانی که به آنچه به تو نازل گردانیده شده و به آنچه پیش از تو نازل گردانیده شده ایمان می‌آورند و از ته دل به آخرت یقین دارند. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. آنها از جانب پروردگارشان بر هدایت راستینند و ایشان همین هایند رستگار. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. بدون شک کسانی که کافرند یعنی ایمان ندارند و ایشان یکسان است، خواه ایشان را اخطار بدهی یا اخطار ندهی ایشان ایمان نمی آورند. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. خداوند بر دلهایشان و بر گوشهایشان مهر نهاده است و بر چشمانشان پرده است و برای آنان عذابی بزرگی است. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. از جمله مردمان کسانی اند که میگویند با خداوند و به روز آخرت ایمان آوردیم و ایشان در حقیقت ایمان ندارند. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ایشان چنین میپندارند که خدا و مؤمنان را فریب میدهند ولی در واقع جز خویشتن کسی دیگر را فریب نمیدهند و این موضوع را درک نمیکنند. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. در دلهایشان بیماری است و خداوند بیماریشان را افزوده است و برای ایشان عذابی دردناکی است به سبب آنکه دروغ میگفتند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. و هنگامی که به ایشان گفته شود در زمین فساد نکنید میگویند به تحقیق که ما اصلاح کنندگانیم. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. آگاه باشید به تحقیق که همین هایند مفسد اما این موضوع را درک نمی کنند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. و هنگامی که به ایشان گفته شود ایمان آورید طوری که این مردم یعنی یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورده اند میگویند آیا ما ایمان آوریم طوری که این بیخردان ایمان آورده اند؟ آگاه باشید به تحقیق که ایشانند بیخرد اما نمیدانند. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. و هنگامی که با مؤمنان ملاقات می کنند می گویند ما ایمان آورده ایم، ولی هنگامی که با شیطانهای خود تنها شوند می گویند
ما اصلا با شما هستیم، ما صرف مسلمانان را تمسخر میکنیم. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. خداوند به ایشان جزای استهزایشان را میدهد و ایشان را در سرکشیشان مهلت میدهد تا سرگردان بمانند. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. آنها کسانی اند که گمراهی را به هدایت خریدند، پس تجارتشان سود نکرد و ایشان رهیاب نیستند. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثال ایشان مثال کسی است که آتش افروخت، پس چون آن آتش اطراف او را روشن کرد، خداوند روشنی ایشان را میبرد و آنها را در تاریکی مطلق میگذارد که چیزی را نبینند. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. کرند، گنگند و کورند، بنابراین ایشان به راه بر نمیگردند. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا مثال آنها همانند ابری مملو از باران است از آسمان که در آن تاریکی ها رعد و برق باشد. آنها سر انگشتان خود را از ترس مرگ به گوشهای خود می نهند تا آواز صاعقه را نشنوند و خداوند همواره بر کافران احاطه دارد. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نزدیک است که برق چشمان یعنی قوه دیدشان را برباید. هر باری که روشنایی به ایشان بتابد در آن راه می روند و هنگامی که تاریکی بر ایشان چیره شود ایستاده می شوند. و اگر خداوند می خواست بدون شک شنوایی و چشمان یعنی بیناییشان را می بود. حقا که خداوند بر همه چیز تواناست. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای مردم، پروردگار خیش را بپرستید، آنکه شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید تا باشد که پرهیزگار شوید. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آن که برای شما روی زمین را بساطی و آسمان را همچون سقفی ساخت و آب را از آسمان فرود آورد، به وسیله آن میوه ها را برای روزی شما برآورد. پس در حالی که حقیقت را میدانید با خداوند همتایانی نیاورید. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
و اگر شما از چیزی که ما وقتا فوقتا به بنده خود فرو فرستاده ایم در شک هستید، پس سوره مثل آن را بیاورید و اگر راست میگویید شاهدان یعنی مددگاران خود را به غیر از خدا بخواهید.